شیطان نزد انسان می آمده است در حالت آخری نزع جان ما و شما. چکار می کرده است؟ یکی از پره راست ما و شما می نشست است، یکی از طرف چپ ما و شما می نشست است. فالذی علی یمین علی صفت ابی، پیغمبر خدا گفتن آن کسی که اون شیطانی که از جانب راست شما نشستگی است در صورت پدر شما می آید. شیطان خودش را در هر صورت چکار میکند؟ داخل کرده میتواند. با صورت پدر شما می آید، در پهلوی راست شما می نشیند. والذی علی الشمال علی صفت امی، و آن شیطانی که در جانب چپ شما می نشیند صورت اون پیغمبر خدا گفتن به صورت مادرتان مبدل می گردد. و این پدر چی می گفته است؟ می گفته است یا بنیه، ای فرزند من، این پدر شما نیست، این شیطان است. فرزند من، اینی قد کنت شفیقا محبا، فرزند من تو میدانی من در دنیا چی زحمت ها برای تو کشیدم، چقدر من تو را دوست می داشتم، تو را از چندین آفت ها و مشکلات ها خلاص کردم. مادامی که تو بر من محبت داشته باشی، احترام پدر خودت نگه بداری، میت علی دین نصرانیه، بر دین نصرانی از دنیا بگذر. دین عیسی دینی بر حق است، این دین محمد دینی باطل است. محمد خود پیغمبر نیست. اینا هر کدام ما و شما از زبان این شیطانی که در صورت پدر ما و شماست چکار میکنیم؟ میشنیم. این تمام کرده است، غلبه شیطان دویم سر می شود که صورت مادر است. می گفته است فرزند من، بطنی لک وعاء، تو می دانی فرزند من همین شکم من 9 ماه بارجاگه تو بود. 9 ماه با تمام مشکلات و درد من در شکم خود تو را برداشته می گشتم. و صدی لک سقاء، این سینه های من برای تو ظرفی بود که از این آب می نوشیدی. و فخذی لک وطاء، این رانهای پای من جای نشستگاه تو بود. فرزند من برای تو بسیار مهربان بودم. میت علی دین الیهودیه فهو خیر الادیان، من برای تو نصیحت میکنم که تو بر دین یهودی از دنیا بگذر، این بهترین دین است. وای به حال اون بنده ای که در اون صورت رحمت خداوندی بالای او نریزد، یا دین نصرانی یا دین یهودی را یکی را قبول میکند، خاطر همون یک کاسه آب شیطان از دنیا به ایمان میگذرد.